گاهی شلوغی پیاده رو بهانه خوبی است که دستهای کسی را برای همیشه گم کنی. درست در لحظه ای که تکه ای از دوستت دارم هنوز در دهانت است. آن وقت دیگر چه فرقی می کند؟ بر پیاده روهای خلوت همیشه باران ببارد یا دستهایت را به هر که نشان می دهی به جا نیاورد. او با تمام رهگذران بی تفاوت از کنارت می گذرد، با تمام مسافران چمدان می بندد و هر روز با اولین قطار صبح آنقدر دور می شود که تمام مزارع قهوه هم نتوانند حرفی در دهان فنجانها بگذارند.